چند نفر جوان هر سال سنه 14 فوریه انتظار میکشد یا نه؟ نه اول مسئله لیکن نه من انتظار نمیکشم چونکه این ایده عاشقانه است نه با ما تعلق هم داره ما بر پدر مادر خود بر افغان خود توفه میکنه لیکن توفه‌ای که با دوست خود با اون شخصی که با تو خیلی هم نزدیک است نه توفه نبوده است عمر و من چرا بگویم ما آغازی نسل نفس 6 فکری در این زمان که رفتیم و تمام خانش ملکه خود را زیادتر برداشتن برای ما حوزی کار اساسی خواندن است در جای اول ما باید خواندن بمونیم بعد تعلیم و تربیه بعد سین و سال که رفت حتما ممکن همه با آرزوها خود میرسد و صاحب هم توفه میشویم و انتظاری میکشیم این رو من انتظار میکنم روزی 14 فوریه که این جشن میشد من انتظار میکشم هرچند که من برای این استفاده نکنم اما من در اون میخوام که برای که از آنها به سوچه من میشد با اونها توفه کننده ها و یا توفه فکر بده با اون توفه کننده مثلا چی توفه کردن میخوایی؟ اینش از این من چیزی که چیزی من باشد اما این من در نقش است اما اون توفه باشد. تو هر سال سنه 14 فوریه همچون روزی عاشقان انتظار میکشی یا نه؟ به خاطر چی؟ خاطری که دوست داشتن تو در این روز با او یگان چی توفه میکنی؟ مثلا چی توفه کرده بودی سال گذشته و امسال چی نیت داری؟ سال گذشته گلی صدبرگ سرخ توفه کرده بودم این سال بود یگان چیزی زیباتر من تقریبا 2 سال میشود که من علاقه بود کارش و همین خاطر انتظاری میکشم